وفات عجیب و غیر قابل باور نغمه، هنرمند مشهوری افغان در کشور امریکا. نغمه چرا از همسر دومش جدا شد؟ دلیل نشر تصاویر تازه نغمه در میان صفحات مجازی افغانستان چی بوده است؟ نغمه مصروف چی کار باری است؟ و گفتنی‌های تازه شفیق مرید دامادش. همسر دوم نغمه در کجاست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای نهایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهور چینایی شناخته شده، یکی از محبوبترین هنرمندان زن افغان که بیشتر از 50 سال می شود و هنر موسیقیش پرداخته است و از سن 18 سالگی آهنگ می سرود. اصالتا در نغمه پشتون می باشد اما بزرگ شده شهر کابل است. نغمه تا کنون دوبار ازدواج کرده است. ازدواج اولش با منگل هم مسلک هنریش بود و صاحب 5 فرزند می باشد. اما نغمه بعد از آن که محبوب شد از همسر اولش جدا شد و کاملا راه هنر موسیقیش را جداگانه به پیش می برد. تازه تصاویر این هنرمند در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی وفات کرده است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست، اما نغمه از هنر موسیقیش به دور است. کنسرت برای دوستداران و طرفدارانش برگزار نکرده است. اما این که نغمه از همسر دومش هم جدا شده است، تا کنون جزئیات بیشتر در این باره در دست نیست. نغمه در کشور امریکا با دخترانش زندگی میکرد. وی کنسرت هایی هم در سرتاسر جهان برای دوستداران و طرفدارانش برگزار میکرد. من آرزوی خوشبختی و موفقیت برای تک تک شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو از بارگاه عزت هزار تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.